باید همه ما شما به خصوص شما برادران ایرانی ما در قسمت افغانستانی ها باید هر کدام شما یک رسانه شوید. حقیقتا ما امروز شدیداً برای همدلی و همبستگی بین امت‌های اسلامی که سالهای سال رسانه های ملی ایران داد زده ما نیاز داریم. متاسفانه در گوشه این وطن هموطنهای ما اذیت و آزار میشه. واقعا برای من به عنوان یک دانشجو واقعا سخت تمام میشه. درد هموطن ما خیلی زیاد متاسف. دیگه واژه‌ای ما پیدا نمیکنیم در وصف مهاجر بی وطن افغانستانی بسترهاییم بگوییم و یا بتونیم درد خود نسبت به اونا انتقال بدیم. فقط یک قطعه شعر از هست اگر مورد پسند دوستا باشه من مناسب میدارم در جمع شما دوستا بخونم. البته دایم این روزها میخوانم و دغدغه‌ام شده. امسال باز به وطنیم ای پرنده ها، یک روح در دو بدنیم ای پرنده ها. دید بهار سال دیگر خنده ای نکرد، دید بهار سال دیگر خنده ای نکرد. در برف مانده جان بکنیم ای پرنده ها. وقتی که چشم کلبه ما بسته می شود، وقتی که چشم کلبه ما بسته می شود، بر خانه که در بزنیم ای پرنده ها. جای برای ماندن و رفتن نمانده است، جای برای ماندن و رفتن نمانده است. شب را کجا قدم بزنیم ای پرنده ها، شب را کجا قدم بزنیم ای پرنده